این مرکز میدونه نامش چی است؟ آشی پلاو. اینجا مرکزی که چندی اینجا روبروی دولت ها ما ضیافت آشی پلاو داد. آشی پلاو بهترینی تو آشی مرکزش همیجا. با فکرم دیگه جوشیده ای سودا است، لیکن ما را دعوت نکردیم. ما را با جامعات دعوت کردیم. آشوری نه. شما در موفقیت برای کار بیاین. مبلغ زاری میکنین نمیکنین همچون خانه خودتان بیاین. از این شما را دیشکر من اولین شده بیکار کردم، روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراه فرزنداتان، همراه تابستان، بهار، تیر ماه، هر وقتی که برای خودتان بیاید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین‌های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگی مشترک داریم. چنانه که دوست و برادر من جناب علی در اینجا ابراز داشتن. شما میدونید سیاستی رهبری دولت رو من 33 ساله همین زحمت کشیدم، حاضرم میگم. ما میگیم که ابو عبدالله رودکی مال ماست. برادرای ایرانی میگن که سردفتر ادبیات فارس است. ما خفه نمیشیم، بگذار باشه. ما میگیم که فردوسی مال ماست. برادر ایرانی، من شاهنامه را که ایران کردم، برادر ایرانی هم بیدار شدن شاهنامه خوانی را سر کردن. خب باشه. ما سعدی و حافظ میگیم. یکی سعدی و حافظ مالی کیست؟ مالی ما مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان، مردم. بله. مولانا کیست؟ مولانا برای بشر ایجاد کرده است. برای یک ما شما تنها نه، برای بشر. ایجاداتی او را کسی که اگر وی کرده باشه برای بشریت است. و یا کروشی کبیر، اعلانیه کروشی کبیر چی؟ این تاریخ تمدنی که است. ما یکدیگر را پر کردیم در عرصه بین المللی. نماندیم که با گوشه فراموشی رود. ماندیم از نو احیا کردم. وقتی انسان، دولت مال خودش، فرهنگ خودش، تمدن خودش صاحبی نمیکنه، در اونجا خالگی با وجود میاد. خالگی را هیچ جا خالی نمیماند. غیر یک فرهنگ بیگانه پر میکنه. با شما موفقیت برای کار. نوروز من شما را انتظار. سرمایه نبیارید، من شما در سرمایه میتونم بیاید، من میتونم امروزی نبود. حالا یه شعرم از رودکی بخونم. اون بچگی یاد گرفتم، حالا همینجا یادم. میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیانت آید همی. ما خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. ارادت